8 صبح جمعه. شهرک بودیم، رفتیم جردن، دوباره برگشتیم شهرک. الان اینقدر اگه رضایت داشت به 24 ساعت میکشید. خیلی اصلا میپرسید الکی اصلا نیم عجیبیه، دنیای عجیبیه. چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه، هر جای هستید صحیح و سلامت باشید. من در باشگاهم هستم، میخواستم یک ولاگ جدید رو شروع کنم، بهتون صبح بخیر بگم و بگم ایشالله که زندگی قراره به حالت عادیش برگرده و همین دیگه. شما چطورین؟ چه خبره؟ چیکار میکنین؟ من طبق معمول خیلی زود رسیدم، ولی خب نشستم یه ذره کارما رو انجام دادم توی ماشینم و منتظرم که انشالله در باشگاه رو باز کنن، برم یک تمرینی بکنم. با اینکه پنجشنبه ها تمرین کردن خیلی سخته، ولی ما انجامش میدیم. عزیز ورکاوت دان. ما شهرش بودیم، باشگاه بودیم، بعد یهو گفتیم بریم کای جردن صبحونه بخوریم. رفتیم کای جردن ساعت 9:30 صبح، مافین تمام شده. شهرک بودیم، رفتیم جردن، دوباره برگشتیم شهرک. الان فقط چیزه نوید رو دیدی چیز میکنن، نوید محمد زاده رو دارم میرم، گفتم مافین تموم شده، امیدوارم که اشتباه کرده باشم. دوستان عزیز نگران نباشید، شایعه بودش و ما با اینکه خیلی راه زیادی اومدیم ولی مافین یعنی تک ارلی بردمون رو پیدا کردیم. مثلا بهتون گفتم دیشب رفتم کیسمو اسکین پروتکترمو عوض کردم، امروز صبح شکست، راضی نبود. اینقدر اگه رضایت داشت به 24 ساعت میکشید. کمتر از ولی The next day. سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. ساعت الان 6:45 ایناست فکر کنم، گوشی مالشو نمیتونم ببینم ساعتش. صبحتون بخیر باشه. من حاضر شدم دارم میرم باشگاه، ولی کیف وسیله هامو حاضر کردم که از باشگاه مستقیم با دوستان برم صبحونه بخورم و حالا ایشالا واسه شبم برنامه دارم برم سو. هنوز خیلی مشخص نیست ولی صبحونه رو که خریدم میرم. آقا ذهنی یه 2 تا کیف بردارم، اینو میخوام با بچه ها داشتم میگم اصلاح باشگاه و لوازم آرایشم و اینا رو این تو گذاشتم که تو باشگاه حاضر شن دیگه بریم دیگه. Let's go. شدم اما ولی بگذارم هوا تو که نیادش که چشم تو. جا اینجا دوستان عزیز، همونطور که میبینید بنده قیافم به حالت آدمی زادی در اومدش و تو باشگاه دیگه خودمو حاضر کردم، آرایش کردم و اینا، دارم میرم دوستامو بردارمش و همه با هم بریم به سمت شغونه. امروز رهانت خواستش بیاد باشگاه، ماشین گیرش نیومدش، خیلی ناراحت کننده بودش. ناراحت شدم واقعی. اولا چطوری؟ من تو این پایین نشستم منتظر، میخوام برم سوشی بخورم. جاتون خالیه. اینم پیرن خودم از پیرن داداشم. The next day. Günaydınlar.
با خودتون بگم آخرین باری که داشتیم میومدیم پدر همون شب جنگ شد. یعنی من از اون موقع دیگه نیومدم هفته بعد جنگ. شهر عجیبیه، دنیای عجیبیه. همجوری هی ویدیو میگیرم، گوشیم حافظه نداره، 50 تا ولاگ چیز توشه. گرفتم. بریم یه ذره. ساعت هم 8 صبح. 8 صبح جمعه. الان چیز کردم، فلکس کردم. The next day. سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یک صبح دیگه و من که دارم میرم پیلاتس احساس میکنم کل ولاگام اینجوری شده که من دارم تو راه صبح بلند میشم میرم پیلاتس یا بلند میشم میرم پدل. البته زندگی من تقریبا همین شکلی، البته کوچولو یه سری چیز میزای دیگه هم داره. مثلا حالا یکی از اقوامم خوب نیستش این روزا، تقریبا هر روز، حالا هر روزم دارم یه روز در میونه حتما میرم بیمارستان دیدنش. و اینکه واقعا یه چیز بهتون بگم، خیلی مسافرت لازمه. یعنی منتالی فقط باید برم یا ولی از لحاظ مالی الان تو شرایطی نیستم که بتونم برم مسافرت. بعدم اینکه متین هنوز مریضه. اگه متین رو نمیشناسید، متین برادر من، متین هنوز مریض خفیفه. مریضی که من گرفتم یعنی یه زاتوری خفیف گرفته، ولی خب اشکال نداره، انشالله زود خوب میشه. اون فامیلمون هم خوب میشه، همه خوب میشن، ما برمیگردیم به روال زندگی قبلیمون انشالله. من که خدا رو شکر که دارم میرم باشگاه، به روال عادی زندگی برگشتم. یه کوچولو، یعنی واقعا خدا شکر که دارم هم میرم باشگاه و اینا، ولی یه کوچولو بیشترم بشه که عالیه. عالی. همین دیگه، همین. برم باشگاه ببینم چه خبره توی باشگاه. بعدش هم احتمالا بریم صبحونه و ایشالله بدون حرف پیش احساس میکنم هر موقع میگم میرم نمیرم، چون چند روز دارم عقب میندازم. دوست دارم برم تجریش. میدونی چقدر وقت تجریش نرفتم؟ 1000 ساله. تاکس لازم شدید. خانومی اصلا به این چیزا توجه نمیکنه که باید بکنه. همه چراغای شهر کار نمیکنه، با احتیاط باید رانندگی کرد. نگاه کنه بسی چقدر ترسناک. The next day.
من دارم میرم باشگاه. ببین برای من مینتینسش باز میشه که بمونم، میدونی چی میگم، تکون نخورم از نه، ولی به طور کلی دوستان پنجشنبه از جای همیشگی چاها یکی از کسایی که میشناسیم اینجا و برام کوکی آورده. ای خودم دستش در نکنم، بذار نشونتون بدم. One eternity later. عزیز همونجور که ببینیم ما آمدیم کارشون دش دوربین کثیفی. خیلی از من میپرسید الکی اصلا نمیپرسید دست به خانم شما کاشون چی کار داریم؟ دستش یکی از اقوامون فوت کرده اومدیم با به تشییع جنازه اون حرفا. دوباره میپرسید یاسمین خانم شما که خودتون کاشی هستید، هتل دارید فلان پیسالینا، چرا هتل نگارستان؟ واسش دوستان هتل موتل همه پره، فک و فامیلمون ریختن، همه جا رو پر کردن. بعدش هم حالا اگه بخوام آنست باشم دلیل اصلیش اینه که متین هنوز مریضه، اما واقعا نمیخوایم تو هیچ فضایی با بقیه باشه، واسه همین اومدیم جدا هتل. The next day. Next day. سلام من یه حالا ویدیوی وایساده گرفتم، بعدش تصمیم گرفتم که بشینم چون خسته شدم. چطوری؟ ما برگشتیم دیشب نصف شب از کاشان، همونطور که میدونید واسه یه مراسم رفتیم بودیم اونجا و خوب نبود دیگه، همش بک تو بک مراسم و ختم و پشی و این چیزا، ولی خب اینا بخشی از زندگی رو میگذره دیگه. امیدوارم که واسه همه همیشه شادی باشه و هیچ وقت چیزای اینجوری واسه شون پیش نیاد، هرچند که اجتناب ناپذیره. دیگه برگشتم یه ذره چمدونم اینا رو جابجا کردم، الان یه عالمه چیز نیست اینجا ریختم، بخاطر که حس کردم باکسام خیلی به هم ریخته است و اینکه دوست دارم یه سری چیزام بدم بره، بخاطر اینکه همش حالا اگر ولاگ‌های قبلی من دیده باشید من در حال مینیمالایز کردن چیزایی هم که دارم، با اینکه کلا به عنوان یه دختر خیلی چیزی ندارم و همیشه سعی کردم که کم ولی با کیفیت داشته باشم، ولی الان دیگه فکر میکنم میتونه از این بیشترم باشه. واسه همین این 3 تا باکس هم میخوام تمیز کنم و این نکته همیشه گفتم بازم میگم وقتی که شما چیزی میدید بره چیز جدید میاد، یعنی جا باز میشه واسه اینکه چیز جدید بیاد تو زندگیتون. واسه همین از چیزی دادن رفتن نترسید، از اینکه چیزی بدید بره نترسید و انجامش بدید. اون که خواستم با نشونتون بدم که بالاخره بعد از 5 سال خریدنشون دارم پام میکنم میزیامو و اگه یه فکت راجع من اگه نمیدونستید بدونید اینه که من سلطان خریدن چیزها و استفاده نکردنشون هستم. حالا الان اگه بخوام کفشامو اینا بهتون نشون بدم میفهمید که مثلا 255 جفت کفش دارم و فقط هر روز به جاهامو پام میکنم و میرم بیرون. آره اینا رو فکر کنم روی تایم لپس بگیرمشون، یه ذره جابجا کنم و یه سری چیز حتما یه سری چیز بدم بره تا دیگه ببینم چقدرش رو حال دارم که انجام بدم و چقدر میرسم که انجام بدم. صادق باشم حوصله‌ام یه ذره سر رفت، یعنی نمیدونم یهویی حالم بد شد. لباسامو گذاشتم اونجا خوش روی کاور، گفتم که برم یه ذره واسه لوکسر استوری حاضر کنم چون اونم به هر حال خیلی کار سختیه
برم یه ذره دایرکت‌ها رو جواب بدم و اینا، یه چایی هم بخورم، بعد بیام و به این مصر رسیدگی کنم. یه سری چیزا رو این بنده اینکه اینا رو دارم جمع میکنم بدم بره، اینا رو هم ببینم چی کارشون میکنم دیگه. ما اومدیم دیوان شام بخوریم، من همونجور اتاق ول کردم. اومدیم چون تعدادمون زیاده 8 نفریم، اینجا میز 8 نفره بنام نداره، گفتیش 10 دقیقه صبر کنید. عادتا هم خیلی کسی نرسیده، منتظر میمونیم تا بیان دیگه، تا اینا میز و هماهنگش کنیم. حالا شما الان یه چیزی بهتون بگم گل میشه. چی میخوای الان در این The next day. Good morning، چطورین؟ من امروز صبح حالم خوب نبودش، یعنی صبح زود حالم خوب نبودش. به مربیم گفتم مربی میشه من یه ذره دیرتر بیام. خلاصه که نشستم خونه صبحونه خوردم و مثلا یه ذره دیرتر اومدم تمرین، ولی اومدم و اینکه الان تو ترافیکم، میخوام من برسم احتمالاً جا پارکم نیستشون ساعتا، یعنی این ساعتا و مقدار باید دور خودم بچرخم دیگه. دیشب دیدید دیگه رفتیم دیوان و وای بچه ها، من توی دیوان عاشق ماهی هامورشم، بعد نداشت، بعد در حالی که مثلا 3 شب پیشش یکی از دوستام رفته بود داشت. هیچ دیگه مجبور شدم سمن بخورم، سالمون نروژی میشه توی منوش، من خیلی خوشمزه است، ولی وای ماهی هاموره یه چیز بی‌نظیره. خیلی دیشب ناراحت شدم که نداشتش، خیلی. بعد دیگه برم تمرین کنم و بعدش برم خونه. خیلی گرمه، اصلا منی که تابستون فن هستم هم میگم خیلی گرمه. بنزینم ندارم، ماشینم هم کثافته، خیلی کثیفه ماشینم، خیلی سوپر کثیف.